سلام دوستای عزیز، چطور هستین؟ خوبین؟ امید که جور صحت سلامت باشین. دوباره خوش آمدین به ولاگ دیگه ما دوستای عزیز. ما امروز که خانه یکی از دوستان بریم که از پاکستان آمده دیگه. ما برای ماندن باشیش مریم دیگه. روی اولادا آماده شدیم، تیار شدیم که بریم بخیر خانه که دوستا دیگه. شما همراه ما باشین دوستای عزیز. تشکر از تمام دوستایی که ما را ویدیوهای ما را دیدن، ما را حمایت کردن. تشکر فراوان بسیار زیاد دیگه. یم زینت جان ما. سلام دوست عزیز، ایمانی دوست خمولی تازه از پاکستان آمده. زنده باشین دوستای عزیز دیگه. ما میریم بخیر دیگه. از اونجا ویدیو گرفته نمیتونم دیگه. باز پس خانه آمدیم. یا ماینر جان سلام دوست عزیز، خوب هستین؟ بگو ما میریم چکر. مامون چکر. مویز سلام. سلام دوست عزیز، چکر عالی. برنامه ما رو ببینین. برای ما ببینید. کم شیرینی گرفتیم به خاطر مانده نباشیم دیگه. طرف خانهشون بخیر روان هستیم. میریم طرف خانهشان. سلام دوستای عزیز. ما دیگه طرف خانه فامیلای ما روان هستیم کلی ما دیگه. امروز میریم بخیر طرف خانه قومی های ما که سبا باز در چای صبح ما رو دعوت کردن. چای صبح امروز روز بعدی ما که کلی فامیل طلب کردن دیگه. ما در چای صبح به سمبوسه جور کردم دیگه. فامیل های دیگه ما هر کس هر چیز از خانه جور کده آورده بود بر چای صبح. سموسه مزدار که ما تیار کده بودم. بسیار مزدار آمده بود و رنگ روشن خوب شفاهی آمده بود. پخته کده رایستم دیگه. اینجا ما آماده شدیم در داخل موتر که بخیر در روز بعدیش است که بخیر طرف خانه ما فامیل ما دوستای ما مریم که تا چای صبح ما رو طلب کده. یک ماسی بسیار عالی. سرش خالی است، قیماق داره. سرک ماسی عالی و مزهش هم عالی است. به اولادای من زیاد خوش دارن. همیشه در نان باید ماس باشه. زیاد قیماق هم داره دوست عزیز.
اینم از ماز ما. دوستای عزیز نان مام تیار شد. اینم از دو پیازه ما، یک دو پیازه مزدار معلوم نشه، خب خوش رنگ مزدار. دیگه برنج ساده، دیگه همراه با اولادایم. دیگه دوستای عزیز این ماینور جان و ماینور نان مخوری؟ چی مخوری بچه؟ از کدام شی؟ از برنج مخوری؟ اوکی بیش من میندازم بر بچه خود، بیش من میندازم. دیگه دوستای عزیز تشکر که بیننده برنامه ما بودین تا آخره. دیگه شب و روز شما خوش. خداحافظ دوستای عزیز، تا برنامه بعد. خداحافظ بچه ها. خداحافظ. زینت مویز خداحافظ. آینور خداحافظ.